در سال 2025 میلادی جهان شاهد مجموعی از رویدادهای مهم و تاثیرگذار بود. رویدادهایی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهان اتفاق افتاد. در این سال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بار دوم بر اریکه قدرت تکیه زد و تلاش‌هایی را برای ختم جنگ و منازعه در مناطق مختلف جهان آغاز کرد. ترامپ در کنار تلاش برای ختم جنگ در بخش‌های از جهان، اقدامات را نیز علیه چندین کشور از جمله ایران آغاز کرد که منجر به جنگ تمام عیار میان اسرائیل، ایران و امریکا شد. ترامپ با اوج درگیری میان اسرائیل و ایران با حمایت از اسرائیل دستور حمله مستقیم امریکا به ایران را نیز صادر کرد. در حمله اسرائیل به ایران بیش از 1000 تن جان باختند و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. آگاهان سیاسی ادعای ترامپ در مورد ختم جنگ در جهان را کاذبانه می‌دانند و می‌گویند که ترامپ نه تنها جنگی را در جهان خاتمه نداد، بلکه جنگ‌های دیگری در جهان را نیز آغاز کرد. آنان ادامه حمله به مردم غزه و دستور حمله به ایران و تحرکات در آب‌های ونزوئلا را از جمله این جنگ‌ها می‌دانند. ادعای ترامپ در ابتدای کمپاین ریاست جمهوری مبنی بر ختم جنگ‌ها کاملا یک امر کاذبانه و خلاف واقع ثابت شد. آقای ترامپ وعده داده بود اگر چنانچه به کاخ سفید راه پیدا بکند، جنگ‌های جاری در جهان را کنترل و اونها را خاتمه خواهد داد. اما متاسفانه برعکس، نه تنها جنگ را خاتمه نداد، بلکه آغازگر جنگ‌های دیگری بود. پس از ختم جنگ تهران و تل‌آبیب، اسرائیل که یکی از کشورهای مورد حمایت امریکاست به قطر حمله کرد. ترامپ سپس قراردادی را با قطر امضا کرد که حمله به حریم این کشور حمله به حریم امریکا قلمداد می شود. رئیس جمهوری امریکا سپس طرح 20 ماده‌ای برای ختم جنگ در غزه را ارائه داد که منجر به امضای توافق صلح میان حماس و اسرائیل شد. توافقی که با حضور 20 رهبر جهان در شهر ساحلی شرم الشیخ به امضا رسید. این توافق هرچند شکننده است، اما تلاش‌ها برای اجرا شدن بخش دوم آن جریان دارد. حماس بارها اعلام کرده که این توافق از سوی اسرائیل صدها مورد نقض شده که در آن صدها فلسطینی جان باختند و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. در این سال رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان بازگشت به قدرت برای 5 روز به آسیا سفر کرد. او در این سفر با امیر و نخست وزیر قطر که از متحدان کلیدی در حفظ توافق صلح غزه اند، هنگام توقف برای سوختگیری در هواپیمای حاملش دیدار کرد. او گفته بود که نیروهای حافظ صلح بین الملل به زودی در غزه مستقر می شوند. او در این دیدار هشدار داده بود که اگر تا 48 ساعت اجساد گروگانها از جمله 2 آمریکایی بازگردانده نشود، کشورهای داخل در روند صلح غزه اقدام خواهند کرد. تلاش‌های ترامپ برای ختم جنگ اوکراین نیز به نتیجه ملموس نرسیده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که دیدارش با ولودیمیر زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت داشته، اما همچنان چالش‌های عمیقی باقی ماندند. در این سال درگیری‌ها در سودان ادامه یافت و بحران انسانی گسترده ایجاد کرد که توجه جهانی را به خود جلب نمود. همچنان محاصره دریایی ونزوئلا نیز بخشی از تحولات سال 2025 میلادی است که رئیس جمهوری آمریکا احتمال حمله نظامی به این کشور را نیز رد نکرده است. در سال 2025 تایلند و کامبوج پس از هفته‌ها درگیری مرزی بر سر اختلاف ارضی توافق آتشبس فوری امضا کردند. این آتشبس که از ظهر 25 دسامبر اجرایی شده شامل توقف حرکت نیروها و تعهد دو طرف به پایان دادن به حملات است.